ببخشید سلام، خوبید؟ میایید بریم خرید؟ نه. ببخشید میایید بریم خرید؟ سلام، دوست داشتم بیام ولی وقت آزاد ندارم. یکی پیدا کنیم ببریمش خرید و چند نفر هستن از این خانم بگم. ببخشید سلام، خوبید؟ میایید بریم خرید؟ خرید؟ بله خرید. نه سر کاری نیست، اگه هم بیاید همه خریدتون به حساب منه. واقعا؟ بله. چرا که نه بریم؟ بچه‌ها بزنید بریم یه خرید متفاوت با هم داشته باشید. خرید دو طرف هست. نگاه اول که با هم آشنا شدیم قطعا بله. ولی هنوز فرشتم. سر از کجا در آوردی؟ شهربازی نمیخوام. 2 ساعت شد اینجا. میخوایم بریم یه مرکز خرید جدید تو قلب تهران با دوست جدیدمون. اسمتون؟ فرشته خانم. منم که حسین هستم. لایک سابسکرایب بچه‌ها فراموش نشه. حمایت بکنید که ویدیوهای جدید و خفن تو راه. مرکز خریدی که میخوایم بریم اسمش بچه‌ها رواق هست. خب بچه‌ها من خودم این مرکز خرید یکی دو بار اومدم. یه محیط خیلی باحال و درجه یک و خانوادگی داره، مختص خانواده و کاپلاس. بریم چرخی با فرشته خانم بزنیم ببینیم چی میتونیم بخریم براشون، مثلا چیزی چششون رو میگیره یا نه. با هم باشید. بچه‌ها ما چون بین هفته اومده امروز سه شنبه است، خب می‌بینید دیگه خلوت اینجا اکثرا پنجشنبه جمعه شلوغه و دیگه شبا هم پاتوق تهران گردیه، چون بغل پارک آب آتشه اینجا هم دیگه میشه پاتوق تهران گردی و کلی لوکیشن عکاسی هم داره. تا اینجا چطوره فرشته خانم؟ عالیه، جالبه. هم مدرن. هم که یه جایی بکنم به جز خرید و کافه جای عکاسی و اینا خیلی. آره خیلی لوکیشن عکاسی بچه‌ها خیلی زیاد داره. حالا برید شما داخل بازار رو ببینید، جو پر از لوکیشن عکاسیه و برندهای مثلا معتبر، برندهایی که توی باملند و ایران مال و اینجور جا هستش اینجا هم نمایندگی دارند. چون این سایبونش خیلی باحاله، نگاه کنید ببینید. این چیه؟ بله منه، نه که فرشتم. آره واقعا قشنگانه. چی دیگه اولین چیزی که چشم رو گرفت بال فرشته بود. این همه پوشاک چششون رو نگرفت. با بال فرشته. منی که هر روز با آدابو گرده فرستادم واقعا به نظرتون باید کشم همه جا لباس بگیره. قطعا بله. ولی هنوز نگرفته. میگیره انشاءالله. آقا ما اومدیم به هوای خرید. سر از کجا در آوردیم؟ شهربازی. من کودک سرما میشه فعاله. یه تا دید اومدیم داخل دیگه. ولی مجموعه باحالی داره عمد شد. چجوری هزینه اینجا؟ ساعتی 380 تومن از کل وسایل میتونید استفاده بکنید. چی 200 تومن گفتید؟ 200 تومن. میگم بچه‌ها کارتشون رو براتون میذارم. اسکن بکنید، سایتشون میاد. سایت یا پیجه؟ پیجشون میاد بالا. اسم مجموعه‌شون هم رینبو. کوچولو هم ببینید داره عشق میکنه. حواسش همه جا هست جز اینجا. اینا مجموعه باحالی داره. خدا فروشی؟ خسته نباشید. اجازه است فیلم بگیریم؟ کتاب روانشناسیتون کجاست؟ کلا همه نوع مدل کتاب داره؟ همه نوع مدل دارند. ببین من بیشتر سبکای مثلا کتابخونه نیمه شب و اینا رو خوندم. خب تو اون سبکا دوست دارم. زیاد زرد نباشه، یعنی آموزنده باشه. آره. یکی از کتابی که من خودم خیلی خوشم میاد دیبزه. عموما اینو اساتید روانشناسی دوره کارشناسی پیشنهاد میکنن. داستان یک کودک که تقریبا
یه سری اختلالات ذهنی داره یا مثلا عامیانش میشه عقب ماندگی ذهنی و توی مدرسه عادی ثبت نام میشه. چرا؟ خانواده‌اش میخوان اینجوری باشه که توی مدرسه عادی ثبت نام شه و درس پول میدن. آره مثلا یه سری حالا پارتی بازی‌ها و این چیزا شاید و آخرش تاثیر روان آره بچه خوب میشه. ولی خب یه نکته‌ای که داره افرادی که تو ایران این کتابو میخونن همیشه یه چیزی میافتن. تو مدرسه خودشون همچین بچه‌ای بوده ولی اون بچه هیچ وقت خوب نشده. اون داستان سیستم آموزش اگر آشنایی معلم این که شما داستان تلخیه. کلا روانشناسی یعنی ما داره کتابخون هستید شما بچه‌ها؟ من خودم زیاد اهل کتاب نیستم ولی کتاب بخونید واقعا خوبه. اینجا علاوه بر کتاب کلی هم بکنم چی میشه این برای اکسسوریه؟ لحظه نوشت افزاره. این بر بیشتر بچه‌ها نوشت افزار نکنید. همه مدل نوشت افزاری که بخواید پیدا میشه. کجاست بازی فکریات؟ قیمتش چجوریه سلطان؟ قیمتش چجوریه؟ مثلا برای رنج سنی من بازی فکری داری؟ کدوم میشه؟ چقدر رنج سنی من زیاده. این مثلا چنده؟ چی هست؟ مثل کاتانه. اون چی هست؟ بازی ساختارسازی مهاجرتی خیلی پیچیده شد. 870. اونه که این کارا باشن حد شدی خودشون میدونن دیگه. بازی فکر بکن باشن. اسم مجموعتون چیه؟ سیبوک. مجموعه سیبوک. ایشون هم رفیق ما. اسمتون؟ آقا رضا گل. بیایید اینجا ازش تخفیف بگیرید. عمرن تخفیف بدید. اولین چیزی که میگید قیمت ها مقطوعه. ما فروشنده ای. حالا کل بازار مال خودشه. من ول میکنن دیگه. گیر داده به. ببینید. ما اومدیم لباس بخریم. سر از کتاب فروشی در آوردیم. هایلایتر معطر دیدید؟ ما الان دیدیم. بذار گوش کنم. از قدیم بوده. من بچه بودم 30-40 سال پیشم بود این چیزا. خب آخه ابعادش اینه کامل ماژیکه یعنی آره همش کلش ماژیکه. نبود چی؟ با شرط می‌مدم نصف میشه. تضمین میدم مثلا فکر کنم چند سال ماژیکه. بشکونیم چی؟ تو میگی تا اینجا، میگه تا اینجا تا تهش ماژیکه. نیست. با شرط می‌مدم. تا اینجا ماژیکه. چند دونه ای؟ تا این خطش ماژیکه. دونه ای چنده؟ دونه ای 120 خورده. 123 تومن. میشکونیم اگه نبود چی؟ اگه نبود میخوای 123 تومن من میدم. اگه بود چی؟ اگه بود 200 تومن ازت میگیرم. 200 تومن چیزی نیست. آره 80 تومن. خیلی قاطع گفتی و اسراف نمی‌کنیم. پس آقا به حرفش اطمینان می‌کنیم تا این تهش میگه ماژیکه. با حال بوش به درد بیشتر بچه‌ها می‌خوره دیگه. ول نمی‌کنه حالا. 2 ساعت شد اینجا. کتابخون پیدا کردیم. دیگه این ما هم یعنی تو ذهنم این بودش که همه جا گیر میکنیم جز کتاب فروشی. گفتم تو لباس فروشی وای میسته، تو چه میدونم فست فود وای میسته، کافه وای میسته. فکر نمیکردم تو کتاب فروشی اینقدر وایسیم و کتابا رو بالا پایین کنه. کتابخون بودش. حالا فعلا داره کتابا رو میبینه دیگه. ما هم بذاریم راحت خریدشو بکنه. ما هم اینجا منتظریم تا کارشون تمام شه. شما حداقل لایک رو تو این تایم بزنید دیگه. لایک، سابسکرایب، معرفی فراموش نشه. خب 5 کتاب برداشت فرشته خانم. چی برداشتی؟ هنر هزار جبری و طنازی، اسطوره‌های مصری، اسطوره‌های آزتکی و مایایی. اسطوره‌های آزتکی و مایایی. درست گفتم؟ آزتکی. آزتکی چیه؟ آزتکی. درست گفتم. خب 5 کتاب برداشتن. اینم فاکتور خریدشون مبارکشون بشه. به خدا من درست گفتم. چقدر میگیره؟ به دل خوشی بخونیم ان شاء الله. خب بریم. تمامه؟ عالی بریم. خب بریم بچه‌ها. آقا با اجازه. خداحافظ. بریم ادامه خریدمون رو داشته باشیم. 5 عدد کتاب تا الان گرفته فرشته خانم. مبارکشون باشه ان شاء الله. حسین هزینه کردم. ان شاء الله که به خوشی میگم کتاب استفاده کنن.
من که زبون ندارم، ایشالا یه زبونم درسته شه، بخیز مثلا کتابه بود که راجع به هنر تنازی. پس کتاب خونی کلا تا بیشتر اینطوری خرید کنی. خوبه؟ من ولی گفتم اصلا من که خودم بچه گفتم میگم اصلا کتاب خون نیستم. خب الان رسیدیم به انتهای رواق، مرکز خرید رواق. اینجا هم که میخوره به پارک آب و آتش. پارک آب و آتش هم بفرمایید. پارک آب و آتش هم بچه یکی از پارک‌های فوق‌العاده قشنگ تهرانه. پر از کافه و رستوران و جاهای دیدنی و لوکیشن‌های عکاسی و حالا دوست دارید من مهمونتون کنم؟ خدایی هر چی بخواید اینجا هستش. خب فرش خانم یه حرف قشنگی زدی. گفتم حالا میشه من مهمونتون کنم؟ نه دیگه شما کلا مهمون منید امروز. نه دیگه زشته. چی میل دارید بگیریم براتون؟ میل کنید بریم یه چیزی هم بزنیم بر بدن. چی میلتونه شما؟ خنک یا آب میوه خنک؟ یه آب میوه خنک. چرا ملت رو اذیت؟ به خدا اگه بر منم خرید نمی‌کردید منم اذیت می‌کردید. نه شما من اذیت نکردم که. مردم ما چون خیلی مأخوذ به حیان بچه‌ها کلا فکر میکنن که بعد حتما یه تیپ خاصی بزنن تصویرشون پخش بشه، در صورتی که همین مردم عادی خیلی قشنگتر از زمانی هستن که خیلی به خودشون میرسن. این دیدگاه و نظر منه. اصلا خانم چرا الان اینجوری من بودم؟ چجوری نبودید؟ همون لحظه گفتید اومدم. نه شما که به هر حال دستتون درد نکنه تشریف آوردید. کلا دارم میگم اکثریت مردم اینجوریم دیگه. اگر فکر میکنید اینجوری نیستیم تو کامنت ها بفرمایید. اصلا شما ورزش هم می‌کنید، کتاب که نمی‌خونید؟ بله من ورزش میکنم، بیشتر پادکست گوش میدم. وقت ندارم مثلا بشینم کتاب بخونم، تایمم خیلی پره. ورزش هم یه بهونه بیاره دیگه. نه ورزش خب چی آخر شب دیگه. کتابو باید ذهنت باز باشه، بتونی کتاب بخونی، اطلاعات رو کسب کنی، تحلیل کنی. بله. بچه اینجا انواع پوشاکو داره. این جلیقه رو میدن 2 تومن. اصلا بچه فرشته خانم لطف کرد برای ما مهمونمون کرد. مهمونمون کرده شیک نوتلا. این هم منوشون، دستشون هم درد نکنه. دستشون درد نکنه. خرید 2 طرف هست. جان داخل میشه. بچه بشینید. کجا میشینید؟ اونجا یا اینجا؟ اینجا خلوت بشینید. من گفتم این منتظر دیگه بفهمید شما. شیک نوتلا بزنیم بر بدن. این همه ما مهمون کردیم بالاخره یک پیدا شد ما رو مهمون کنه. چی شد خیلی غم‌انگیز بود بیشتر. کتاباشون رو بذارم اینجا. ولی اصلا فکر نمی کردم کتاب خون باشید. واقعا؟ آره چون نگاه اول که با هم آشنا شدیم آخش فکر می کردم که همه چی بگیرید جز کتاب. شما مثلا آدم ظاهربینید. حرفشون سنگین بود. شما فکر میکردید کتاب بخرم کامنت ها بگید. یعنی من فکر میکردم هر نوع لباسی بخرم، پوشاک بخرم، کیف بخرم، کفش بخرم، طلا بخرم، ولی کتاب خودش نمیشه. کم پیش میاد تو این دوره زمانی کتابخون پیدا بکنیم. ما وایسیم تا سفارشمون آماده شه و فرشته خانم میل. جای رفقا خالی شکل هتل ما اومدهش. قیمتش هم بچه قلوش 178 تومن بود. سلامتیتون. خب دستشون درد نکنه ما رو مهمون کردند و برویم کم کم. خب کل خرید ما شد 4-5 کتاب دیگه. بچه فرشته خانم چیزی به چششون قشنگ نیومد و کم کم از این مرکز خرید داریم خارج میشیم. حالا تو مسیر اگر چیزی دیدیم
وای میستیم قیمت میگیریم. بیشتر برای مثلا بازارگردی و پاساژگردی خوبه اینجا تا خرید اون چنانی. درسته؟ سبک چی داره؟ تفریحی. گردش خرید. این کافش هم خوبه اگه خواستید مثلا اسموک بزنید اینجا میشه. اونجایی که ما نشسته بودیم اسموک نمیشد. حسن نباشید. این چیه؟ شربت بیدمشک زعفران. شربت بیدمشک و زعفران. نه بیدمشک زعفران. چنده؟ اینا شهد غلیظه. هر کدوم از بطری‌ها بهتون 5 تا پارچ شربت میده 200. هر یه دونه اینا چند میده؟ 5 تا پارچ شربت. 5 تا پارچ شربت. دستشون درد نکنه. ممنون. خواستی شربت بدی؟ ببین این انتهای اینور بیشتر شکمیجاته. رستوران و چیز داره. خب عزیز جانا رسیدیم به انتهای مرکز خرید رواق. امیدوارم که این ولاگ رو دوست داشته بوده باشید و در کنار فرشته خانم یک روز به یاد موندنی رو سپری کردیم. لایک سابسکرایب فراموش نشه. حمایت کنید ما رو که کلی ولاگ درجه 1 منتظرتونه. دوستتون دارم از قلب تهران، پایتخت ایران قشنگمون. فعلا